شام روز 14 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای سران دولت‌های آسیای مرکزی اشتراکچیان واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل در دهکده بستانسرای حکومتی محفل شام دوستی برپا کردند. در شام دوستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکجایی با مهمانان عالی مقام تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسمجومارت توکایف، پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف در بستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان با سیر و گشت شامگاهی برآمده از نمایشگاه نعمت‌های طبیعی دیار بهشت‌آسای ما دیدن نمودند. در نمایشگاه پرشکوه میوه و سبزوات، خشک میوه و عسل و دیگر نعمت‌های بی‌بهای طبیعی کشور ما به معرض گذاشته شده به مهمانان عالی مقام خیلی پسند آمد. در راهروهای الهیده هر یک نمود محصولات کشاورزی با شکل و اسلوب خاص و آرایش گوناگون پیشکش کردید. شام دوستی برای سران دولت‌ها خیلی پسند آمد و مهمانان عالی مقام بار دیگر به امکانات و ذخیره‌های فراوان کشور ما در سمت استحصال میوه و سبزیجات خوش‌صفت و خشک میوه‌ها، اینچنین نمودهای گوناگون طعام‌های خوش لذت از نزدیک شناس شدند.